سلام. امروز اومدم با یه ویدیو آموزشی خفن برای شما دخترای خوشگل پیجم. حنا و پودر لب رو با آب با هم ترکیب میکنیم، خوب هم میزنیم تا کامل با هم قاطی شن و یه حالت خمیری قشنگ پیدا کنه. به این صورت که نشونتون میدم. و دور لبمون رو قشنگ و لبمون رو پاک میکنیم و من دور لبم رو وازلین زدم که یه وقت رنگ نگیره. یه ذره از این موادی که درست کردیم با حالا قلمو یا هر چیزی که داشتیم به لبمون میزنیم. به این صورت نگاه کنید. الان نشونتون میدم تو فیلم. به این صورت روی لبمون میذاریم، یعنی جوری میزنیم که قشنگ مواد روی لبمون آغشته باشه، یعنی کاملا روی لب باشه اون موادی که درست کردیم. به این صورت و میذاریم یه تایم کوچیکی بهش میدیم به مدت 10 تا 15 دقیقه. بعد با دستمال یا پنبه یا هر چیزی که میدونید به لبتون آسیب نمیرسونه این مواد رو پاک میکنید و ببینید چه رنگ قشنگ دخترونه گرفته لبمون. یعنی اگه قرار کاری مهمی دارید، مهمونی میخواید، نمیخواید زیاده رش کنید، این ترفند ساده و طبیعی به نظر من که عالیه. حنا و پودر لبون نجاتت میده از رژ لبای شیمیایی. یه رنگ خوشگل دخترونه هم گرفت لبامون، کاملا خونگی و بی‌ضرره. موفق باشید.